میدونید که لایک و کامنتاتون خیلی واسم ارزشمنده. سیوش هم کن چون به دردت میخوره. خب بچه ها، من از قبل بیس سایه‌شون رو آماده کردم که ویدیو زیاد طولانی نشه و اینکه از یک براش سرتوپل استفاده میکنم که موی براش به این حالت پخشه و دقیقا حالت مویی داره. برای بلند کردن سایه باید از این براش ها استفاده کنید، نه از اون براش هایی که سرتخت هستن. و اینکه میزنم به رنگ قهوه‌ای آجریم که از پالت مورف هستش، کد ژاکلین هیلزش، و یک سایه قهوه‌ای آجری یک دست روی سطح پلکش میخوام بزنم. بچه ها، این مدل سایه خیلی راحته و خیلی طرفدار داره و جز سایه عربی حساب میشه که خیلی هم خوشگل و جذابه. حالا ته مونده هرچی که رنگ به براشم مونده به قسمت بالایی سایم میزنم که فید بشه سایم. به همین راحتی سایه فید میشه بچه ها. یک کوچولو حالا دارم از یه رنگ تیره تر استفاده میکنم، پایینای پلکم و یه مقدار جوندارتر میکنم. ببینید بچه، دیگه هیچ خط و خطوطی نداره، سایم کاملا بلند شده. هر از گاهی هم که دیدید با یه براش تمیز اطراف چشمم و پلکم رو تمیز میکنم که پوستم رو خراب نکنه سایه هایی که میریزه. بچه اینجا دقت کنید، من دارم از یه سایه پودری مسی استفاده میکنم روی سطح همون پلکم که اون سایه قهوه‌ای آجریه رو زدم. یه دورم کاملا یه سایه پودری مسی دارم میزنم که این رنگ خوشگل و جذاب رو داره به من میده. اگر بچه ها من زیرش این قهوه‌ای آجریه رو نمی زدم و فقط همین سایه پودری مسیه رو می زدم، این سایه پودری مسیه هم به این خوشگلی خودش نشون نمیداد. خب توی این مرحله دارم از خط چشم میبلین استفاده می کنم. با گراف شماره 2 من معمولا خط چشم میکشم. یه خط چشم پهن خوشگل میکشم، البته زیادم پهن نیست، متوسطه. خب من از موژه استفاده میکنم، موژه تیریدی هستش بچه ها. اول چسبم رو زدم، از چسب دان یا مکس فاکتورم استفاده میکنم. اول وسط موژه رو میچسبونم، بعدم که یا ابتدا و یا انتهای موژه رو میچسبونم، فرقی نمیکنه. فقط دقت کنه که این موژه ها به پلک نچسبه، به گوشت پلک بچسبه پلک افتاده نشون میده. بچه‌ها خیلی خوب اینجا رو دقت کنید، تمام خوشگلی این سایه و این مدل میکاپ به زیر چشم این مدل سایه هستش. من بچه‌ها دارم با همون گراف شماره 2 به خط چشم میبلینم زدم و با همون خط چشم دارم یه خط چشم دنباله دار میکشم و با همون خط چشم میبلینم دارم زیر چشمش رو کاملا مشکی میکنم. کسایی که دوست دارن که زیر چشمشون به این حد مشکی باشه فقط با سایه مشکی خالی نمیتونن این کار رو انجام بدن. حتما زیرش یه همچین حرکتی بزنید، از یه خط چش ژله‌ای مات و مخملی استفاده کنید. بعد میتونید یه همچین خط چش پررنگ و مخملی داشته باشید. حالا بچه ها توی این مرحله براشم رو یه همچین براش سرتیزی داشته باشین، میزنم به سایه مشکیم برای اینکه خط چشمو کاملا خشک بکنم و مشکی ترش بکنم و بلندش بکنم، یعنی به این صورت خطی نمونه. کاملا بلندش میکنم و خط مشکی رو با سایه مشکی. و حالا تو این مرحله برای اینکه یه سایه گرم و خوشگل داشته باشم از یه براش دیگه استفاده میکنم و به یک رنگ قهوه‌ای قرمزی دارم میذارم که توی پالت
مورفم هستش. و زیر همون خط مشکی که کشیدم یه خط قهوه‌ای سوخته که تونالیته قرمزی داره استفاده میکنم. ببینید چقدر قشنگ داره بلند میشه و یه خط چش فید خوشگل داریم. فقط دقت کنید که اون مشکی پررنگ دقیقاً به بن مژه هاش چسبیده باشه، فاصله نداشته باشه زیاد. و همینطور که رو به پایین میرید دقیقاً توی این حرکت همینطور که رو به پایین میرید هی رنگتون روشن و روشن‌تر میشه و هر چقدر چسبیده به بن مژه تیره تر. این براش هم میزنم به همون سایه مشکیم که داخل پالتم هستش، روی خط چشم میکشم، هم مشکی تر میشه و هم با همون سایه مشکی خط چشم رو ادامه میدم و برای اینکه بلندتر بشه. دوباره رنگم رو روشن‌تر کردم بچه‌ها برای زیر چشمش. ببینید هی قهوه‌ایم داره روشن‌تر میشه مرحله به مرحله. واقعا تمام جذابیت این سایه به همین خطیه که زیر پلکش کشیدم. خب مثل همیشه اینم که تو اکثر ویدیوها هم دیدید یه هشت کوچولو جلوی چشش ایجاد میکنم با همون خط چشم میبلین و گراف شماره 2. خب از یه خط چش قهوه‌ای قرمز دارم استفاده میکنم واسه داخل چشماشون. ببینید چقدر میکاپ رو جذاب میکنه این رنگ بچه ها. هم میتونید مشکی استفاده بکنید، هم قهوه‌ای، هم میتونید سفید استفاده کنید. این کاملا سلیقه‌ایه. بچه دقت کنید من لثه چشمش رو کاملا دارم با خط چشم میگیرم که کاملا مشکی بشه. دقت کنید میخوام حتی اون یه ذره سفیدی رو هم تا جایی که میتونم از بین ببرم چون خیلی چشم رو خوشگل تر میکنه و یه سایه یه دست رو تمیز خواهیم داشت. لثه چشمش رو، اون سفیدی های چشمش رو کاملا رنگ میکنم که اصلا هیچ ردی از سفیدی نمونه داخل لثه چشمش. یه ریمل پر خوشگلم میزنم که چشاش قشنگ جون بگیره و حالت بگیره. از یه سایه پودری بژم دارم استفاده میکنم. البته شاینه، یه شاین پودری بژم دارم استفاده میکنم برای جلوی چشمش که یه درخشش خیلی خاصی میده به این سایه و خیلی میکاپمون رو جذاب تر میکنه. اینم از اتمام این میکاپ خوشگل و جذاب. امیدوارم که براتون خیلی مفید باشه و اینکه بتونید خیلی راحتی میکاپ رو انجام بدین. لطفاً هر سوالی که دارید خواهش میکنم توی زیر همین پست برای من بنویسید، حتما به سوالاتتون جواب میدم عزیزای دلم.